در کشور ما مسئله رفتن نزد فالبین و جادوگران بسیار یک تصمیم های خوب و عاقلانه از جانب حکومت گرفته شد و امروز فکر میکنم بازار فالبین ها و جادوگران در کشور محدود گردید و امروز همون گونه‌ای که اشاره شد به دیگر کشورها مردم رو آوردن. خب از نگاه یعنی تعلیمات عرفانی رفتن به نزد چنین ها میخوام یک اشاره داشته باشید چی است؟ فروختن ایمان است، فروختن اعتقاد است، فخر فروشی است، کمرنگ شدن نسبت به اعتقاد به خدا است و متاسفانه این به خارج سفر کردن مردم جهت اقتدا یا اینکه پیروی به یک خرافاتی که با نام دعوا میکند، اما منتهای بیسوادی و جهالت است. به اینا مراجعت کردن. جهالت اصلا از نگاه مذهبی، از نگاه ایمانی، دینداری، پروردگار عظیمشان اینها را دشمن خدا میگوید و در حدیث ها آمده است که به خدا و به قرآن ایمان ندارد کسی که به چنین کسا مراجعت میکند یا دعوای دلبینی و فالبینی و مثلا کتاب کشایی میکنه یا دعوای طبابت میکنه. نه معلومات عالی دینی است، نه معلومات عالی طبی است، نه تجربه‌ای که مثلا از باب و اجدادش آموخته است. با مجرد دعوای خالص و فکری که مثلا ما چنون هستند. هر کسی که به خرافات دست میزند و به خرافات توبت میکنه، ببینید اگر عادی ترین چیز ولی که با مبالغه بگم دعوای پیغمبری میکند که من این و آن هستم، من با یک مسح با یک مثلا دستکش با یک نگاه آدم رو توبت میکنم، سوال عادی. اگر همین زکام شود چرا خودش توبت نمیکنه؟ این جز خرافات دیگه چیز دیگر نیست. از نگاه مذهبی خیلی تهدید است و وعید شدید است و هیچ کس دعوا نکند با چنین شخصی که مراجعت کرد دعوا نکند که این ایماندار است و دعوای مسلمانی و ایمانداری نباید کند.